حجاب این بانوان مدتی طولانی است که در بازار و خانه و هر جای دیگری تاجیکستان بحث می شود. لباسی که مقامات بیگانه و خطرناک برای امنیت کشور نامیدند و سعی دارند پیش گسترش آن را بگیرند. واقعا خطر دارد. هر کس با تشویش و شبهه به آنها نگاه میکند که خدا نکند در تگ سطرشون چادرشون یگان چیز پنهان شده باشد. اکنون بر اساس قانون نوی تنظیم که پارلمان تاجیکستان قبول کرد، دیگر پوشیدن حجاب به اعتنایی به یک وظیفه شهروندی یعنی بی‌پروایی نسبت به ارزش‌های ملی محسوب می شود. بند دویمش آمده است شخصان واقعی و حقوقی عهده دارند رکن‌های فرهنگی ملی از جمله زبان دولتی و لباس‌های ملی را حفظ نمایند. وکیل تاجیک یک بند قانونی تنظیم رسم و آیین‌های ملی را شرح داد که مجلس نمایندگان روز 23 آگوست قبول کرد. او میگوید باید مردم بفهمند که لباسی که آنها میپوشند جامعه را آزار میدهد. این بانو به گفته وکیل راضی نیست. من با یگان کس کار ندارم که اون چی میپوشد نمیپوشد به چشم بر نگاه نمیکنم. من این گفته خداونده پروردگار پیغمبر من امینا میپوشم. در تاجیکستان مخالفان حجاب اسلامی کم نیستند و سطر و حجاب پوش‌ها را ظاهر پرست مینامند. من همه مسلمان الحمدلله خیلی من قرآن میدونی نماز میدونی لیکن تا این درجه که همین دیگر خلق‌های دیگر جوبه تعصب در کار نی همین وی تاجیکی ملی خود ما کنه من به همون راضی است. وارد شدن با حجاب به اداره‌های دولتی سالها باز ممنوع است. قبول قانون نو و تاکید به پوشیدن لباس ملی را مقامات یک تلاش دیگر در راه مبارزه با افراطگرایی اسلامی مینامند. حامیان حقوق عملکرد حکومت را زیر پا کردن حقوق انسان میشمارند. من باید خودم انتخاب کنم که کدام وقت کدامش را من پوشم، اما هیچ کس حق ندارد که مرا مجبور کند که تو باید همین را پوشی. وزارت امور خارجه امریکا همین ماه دولت تاجیکستان را به نقض حقوق مذهبی تنقید کرد و گفت سال 2017 ماموران امنیتی و میلیسا گروه‌های زیادی از زنان حجاب و سترپوش را پیوسته آزار دادند.